دوستگل عزیزم ام کاتانه باش مردین حمیدیم امیدوارم حالا خاص بید من خریکم ستریم کانتنت بوی و دروسکم یعنی ستریم اکم لبن کامپیوتر اکم و ویدیو ضبط اکم و بوی و اپلود یکم حتما سابسکرایب که ستریم کانتنت اکنم به آلمانی زنم چه بیجم ولی به کردی که لدستی نای فرا خوشحالم که هایتتک ما امرو گرک ما ویدیو کتر بینیم لشهر سنا و لشهرکا بو 5 ماه لما بره تقریبا بو سال لما بره و بزنین ویدیو که آن 30 دقیقه حتما بریم ببینین. خب لویدیو اولا فرا جگل من دی ولی لویدیو دوم فرا جگل جدید من پنیشانات. سلام دوستان و همراهان عزیزم، به کانال ما خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب و زندگیتون پر از رویاهای سبز باشه. از اینکه این کانال رو برای تماشا انتخاب کردین از شما ممنونم. ویدیوی امروزمون سفر به شهر سنندجه که در مسیر برگشت از شهر کرمانشاه یه شب که توی این شهر موندیم ویدیو کوتاهی از این شهر تهیه کردم که در ادامه تماشا خواهید کرد. قصد دارم سفری مفصل به استان زیبای کردستان داشته باشم و از این استان سرسبز و زیبا ویدیوهای مفصلی براتون بگیرم. امیدوارم توی این سفر نیز مثل سفرهای قبلی منو تنها نذارید و با من همراه باشید. هر واسه او هاتفیت مو باش شهرکم سنا و بعضم حس و حال خوشی که است. شهر سنندج مرکز استان کردستان و 20مین شهر بزرگ ایران است. این شهر در غرب ایران قرار دارد و در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا و در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده. آب و هوای معتدل کوهستانی داره و به عنوان یکی از پایتخت‌های موسیقی جهان نیز معرفی شده است. شهر سنندج به پایتخت نوروز جهان، شهر خلاق موسیقی، شهر مساجد، شهر هزار تپه و پایتخت کتاب ایران نیز شناخته شده است. وای واقعا نمه زنی شهرسنا اوا جهازه گلی کی بردوی تو. این شهر از قدیم الایام از مراکز مهم اهل سنت بوده و در این شهر زبان کردی اردلانی به عنوان زبان گفتاری و زبان فارسی به عنوان زبان آموزش و مکاتبات رسمی مورد استفاده قرار میگیره. ڕاستەکە ئێمە بە کوردی قساکەین بە زوان ئەردەڵانی بەڵام ئێمە بە فارسی ئەنووسین بۆ یەکترین فرەتر یا بازە کەسکەل یانێ فرەتر نووسینمان فارسیە تا کوردی
و ولی من همیشه کردی نوسم هر و جور وقت ساکم. احتمال نره خیان فردوسی بید. مکشم بازه. تا حالا همچین چیزی دیده بودی؟ نگاه کنی در همشون بازه. هر واسه هاتویت ما با شهرکم ایسا و فکرکم تقریبا خریکم تور گردشگری ببینم. یکی از مکان‌های بسیار زیبا و تاریخی شهر سنندج عمارت خسروآباد هست که به عنوان کاخ موزه خسروآباد در بلوار خسروآباد شبلی شهر سنندج قرار داره. این عمارت در نوع خودش بی‌نظیره و مرکز حکومت اردلان به ویژه خسروخان اردلان بوده. واقعا گرک من روز یک بیم درباره تاریخ شهرسنو به قصب کن. واقعا تاریخی چون بوگا. مجموعه عمارت و باغ خسروآباد افزون بر دو بخش اصلی که داره، یعنی قصر سلطنتی با ورودی ستوندار، باغ خسروآباد نیز از اهمیت خاصی برخورداره. این عمارت شاخص‌ترین بنای استان کردستانه که به عنوان مقر حکومت والیان اردلان مورد استفاده قرار می گرفته. عمارت خسروآباد در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده. این بنای تاریخی به سال 1223 هجری قمری توسط امان الله خان اردلان والی و حاکم کردستان
در مساحتی بالغ بر 6000 متر مربع ساخته شده. البته بعضی از صاحب نظران قسمت شرقی بنا رو که قصر نامیده میشه مربوط به دوران زندیه میدونند که توسعه و تکمیل اون توسط امان الله خان صورت گرفته است. این عمارت بیشتر به عنوان محل تشریفات و استقبال از شاهان و محل اقامت والیان اردلان مورد استفاده قرار می گرفته، به طوری که مراسم عروسی با شکوه حسن جهان خانم، تنها دختر فتحعلی شاه قاجار، با خسرو خان پسر امان الله خان در سال 1232 هجری قمری در این کاخ صورت گرفته است. مجموعه عمارت و باغ اون افزون بر دو بخش اصلی، یعنی قصر سلطنتی با ورودی ستوندار در بخش غربی و ساختمان شرقی با ایوان ستوندار مشرف بر صحن عمارت و فضای بیرونی بنا دارای فضاهای دیگه‌ای چون حمام، اتاق قاپوچیان و خدمتکاران هم هست. تزیینات معماری این بنا شامل گچبری، آجرکاری، ارسی‌های زیبا و حوض چلبی شکل داخل عمارت نیز می باشد. اتاقی که همین الان در تصاویر مشاهده می کنید اتاق ماه شرف خانم معروف به مستوره اردلان بوده که در زمره نخستین زنان تاریخ نگار ایران و جهان قرار داره. ایشون شاعر و نویسنده کرد ایرانی بودند و در شهر سنندج به دنیا اومدن. مستوره خانم همسر دوم خسروخان اردلان حاکم امارت اردلان بودند. مستوره خانم در ردیف ادیبان و سخنسنجان زمان خودشون قرار داشتند. با داشتن ذوق و قریحه شعری تونسته بودند در زمره شاعران نامدار زمان خودشون نیز قرار بگیرن. سزاوار نام مستوره خانم به خاطر فضل و کمال، خط و ربط و شعر و تاریخ نگاریش در ردیف زنان برجسته و مورخین نامدار قرار بگیره. ایشون چندین کتاب شعر نوشتن و تاریخ اردلان ایشون به عنوان یکی از متون شیوای فارسی شناخته شده است. عیسی با فکر کنم چه دنیایی کی بوده مستوره اردلان لنا خانه زندگی کرده و شعری بود که دنیایی کی بوده لم حوش کلا چون تحقیقی نبوده و حد کم حلی زندگی کرده و شعری بود که نوسیگی و تاریخی نوسیگی و باعث افتخار خانم مستوره اردلان باعث افتخار شهر سناس. سلام، خسته نباشین. خوب هستی؟ سلامت باشین. دستت هم درد نکنه.
خب ثانیه ولی ادامه این بزنین پشت ثانیه ولی امارت خسروآباد سننده چه جگه بوده چه دنیایی بوده لینا خانه اردلان لینا زندگی کرده لیرا یعنی چه روزگلی بوده لیرا شلوغ عجب جگه ها شهر سنا همیشه زینی بوده و همیشه زندگی وجودی بوده نم شهر شیرینا به به چه جگه امیدوارم سعی دواره وصل بیتا ولی هشت هاینا امارت خسروآباد لشهر سنا پنجره گلا راه رو گلا درگاه امارت هیگه بخوای واقعا انسان چه از خانیش بید بعض روزه که بید که لدنیا نمینی زندگی که به پاوشک بگه بخوای چرا عجیبه سامان نیا خب دواره سامان هست و هینا خیابان فردوسی ها
خب بازار من پێ نیشان ئات هەر شتێک و گەرەک بێت هەست بەم ساندویچ نەخۆم لێ هەر شتێک و گەرەک بێت لێرە گەلە هەست هەر شتێکەکانی پێیا بکەوت شار کاملە بۆ من تەجروبەی جەدیدێکە ساسەکەم هاتمەسە بۆ سنەوە خان ئەوە تاسی ڤیدیۆ هاتە تەکما حتما سابسکرایب لە بیرۆ نەچێت لایک ئەگەر لایک لە شەر سنە حتما لایکە وای من عاشق زەیتونم لیباس کوردی میان اقبال شهر سنا مرکز شهر سنا امارت آصف من لویدیو قبل دیبه که عمارت آصف یا خونه آصف وزیری مربوط به دوران قاجار هست
که در شهر سنندج و در خیابان امام روبروی موزه سنندج قرار داره. این عمارت به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. عمارت آصف با نام خانه کرد در شهر سنندج معروفه. این عمارت به عنوان نمادی از هویت فرهنگی مردم کرد و گنجینه مردم شناسی مردم کرد از با ارزشترین آثار فرهنگی و تاریخی کردستان هست. مردمک منوع بودن به زمان قدیم. واقعا چه موزه خوشه. این بنا یکی از قدیمی ترین بناهای شهر سنندج هست و شامل فضاها و غرفه های نمایشی موزه هست. عمارت آصف توسط آصف میرزا در دوره صفویه احداث شده. این موزه بزرگترین موزه مردم شناسی و مربوط به یک قوم در کشور ایران هست. خان بود. مدرسه و بوده، مکتب خانه بوده مدرسه. هر کس شغل و کاری کی بوده، زندگی کی بوده بخواه.
خب دوباره ساقط بوو حمامەکانیان چۆن بووە حمامەکان جاران نەوا بووگە احتماڵن حمام دەرەوە ئێستەخریان بووە ئاو گەرم ئێرە ئاویێرە دوستان عزیز، به انتهای سفر به شهر سنندج رسیدیم. امیدوارم که از دیدن تصاویر این ویدئو لذت برده باشید. تا سفرهای آینده با امید دیدار. دۆستکە عزیزم فرا لطفا کرد کە ڤیدیۆکە دی لە شار سنە زەب کردیەوە و بهترین و خۆشترین جێگەگەل شار سنەماندی و شارەکەمان فراموش نەکەین شار خۆشێکە سنە هەمیشە قارەمانە تا ڤیدیۆیەک ترەوە بەخوا سپێرم خوا حافظتان